خیلی وقتا یه کاری هست که میدونی باید انجامش بدی. مهمه، اثر داره، حتی شاید زندگیت رو عوض کنه. ولی انجامش نمیدی. نه امروز، نه فردا، نه حتی هفته بعد. و یه جمله آروم و بی صدا توی ذهنت تکرار میشه. چرا اینقدر تنبلم؟ اما شاید ماجرا تنبلی نباشه. شاید تو از کار فرار نمی کنی. از حسی که اون کار در تو ایجاد میکنه فرار میکنی. بیشتر کارهایی که عقب میافتن کارهای بی اهمیت نیستن. اتفاقاً مهمترین ها هستن. تماس مهم، تصمیم جدی، شروع یه پروژه، صحبت سخت. چرا؟ چون مهم بودن یعنی ریسک داشتن. وقتی یه کار مهمه، ذهن فوراً میره سراغ آینده. میگه اگه خراب شد چی؟ اگه کافی نبود چی؟ اگه نتیجه نگرفت چی؟ اگه قضاوت شدم چی؟ و تو قبل از اینکه حتی شروع کنی احساس شکست رو تجربه میکنی و عقبش میاندازی. نه چون تنبلی، چون میخوای از اون اضطراب دور بمونی. ذهن ما عاشق امنیت فوریه. کار سخت امن نیست، شروع کردن امن نیست، ناقص بودن امن نیست. برای همین ذهن یه راه ساده پیدا میکنه. بعدن. مشکل اینجاست که بعدن هیچ وقت استرس رو کم نمیکنه، فقط جابجاش میکنه. امروز کمتر، فردا بیشتر. هر بار که کاری رو عقب میاندازی، یه پیام آروم به خودت میدی. تو از پسش بر نمیای و این پیام کم کم باورت میشه. اما یه نکته مهم هست. کارها رو عقب نمیاندازیم چون بزرگن. عقب میاندازیم چون بیش از حد بزرگ به نظر میرسن. ذهن کار رو به صورت یک کوه میبینه و وقتی چیزی کوهه، شروع نکردن عاقلانه تر از شروع کردنه. چاره چیه؟ نه انگیزه، نه برنامه ریزی پیچیده. فقط یه چیز ساده. کار رو کوچیکتر از ترست کن. اگه پروژه است، فقط عنوانشو بنویس. اگه تماس مهمه، فقط شماره رو بگیر و قطع کن. اگه قرار شروع کنی، فقط 5 دقیقه بشین جلوش. ذهن با کوه میترسه، با سنگریزه نه. ما فکر میکنیم باید آماده باشیم تا شروع کنیم، اما اغلب با شروع کردن آماده میشیم. شاید تنبل نیستی، شاید فقط داری از قضاوت احتمالی آینده محافظت میکنی. شاید فقط کار رو بزرگتر از اندازه واقعیش تصور کردی. یه سوال ساده از خودت بپرس. اگه این کار فقط 10% از چیزی بود که الان توی ذهنمه، آیا باز هم ازش فرار میکردم؟ خیلی وقتا اهمال کاری نشانه ضعف نیست. نشانه اینه که اون کار برات مهمه و چیزهایی که مهمن میترسونن. شاید لازم نیست شجاع‌تر شی، فقط لازم باشه کوچیک‌تر شروع کنی. اگه این ویدیو یه ذره نگاهت رو به خودت نرم‌تر کرد، توی کامنت ها بنویس من کوه رو شکست میدم. این ویدیو فقط ادامه مسیره. اگه 2 ویدیو قبلی رو دیدی، میدونی ما درباره خستگی و تلاش هم حرف زدیم. اگه ندیدی، شاید بد نباشه برگردی و ببینیشون. تا بعد. چند دقیقه با خودت.